سلام بچه‌ها، حمید رضا هستم. امیدوارم خوب باشه. خوش اومدیم به قسمت آموزشی دیگه. خب بچه‌ها، تو این قسمت قراره با هم بررسی کنیم که آقا چجوری میتونیم از پم به عنوان یه بک‌دور روی اون سیستم لینوکسمون استفاده کنیم. حالا میتونه کلاینت باشه، سرور باشه، بس به اینکه حالا اون پم داره تو SSH یا حالا بقیه موارد مثل ردیوس و چیزای دیگه استفاده میشه. همچنین بچه پم یه دونه حالا ماژول رزولویت که میتونید جای مختلف ازش استفاده کنید. ببینید بچه‌ها، اگه مثلا من بیام توی نانو etc SSH و SSHD underscore config بیام پایین تنظیمات نگاه بنظرم بچه ببینید که پم ببینید یوز پم بچه فعاله که میتونیم از این پم استفاده کنیم. حالا برای جایی که مختلفی که میخوایم از این استفاده کنیم ما میتونیم از همین استفاده کنیم. ببینید بچه چرا ما میخوایم از پم به عنوان بک‌دور استفاده کنیم؟ برای اینکه تو اون سیستم مشخص نباشه که آقا ما یوزر چیزی ساختیم یا میخوایم از این استفاده کنیم. تنها کاری که میخوایم بکنیم اینه که بچه بیایم سورس پم رو دانلود کنیم، مواردی که نیاز داریم بهش اضافه کنیم، سورس رو دوباره کامپایل کنیم و فایل باینریش رو اینجا جایگزین کنیم. ببینید بچه‌ها، چیزی که می‌خوام ازش استفاده کنیم اینه که اینجا اومده به عنوان یه دونه لینوکس پست اکسپلویتیشن اومده گذاشته. حالا تو هم گفتم قاطی شد. ببینید بچه‌ها، این استیفی لاگون پسورد رو یه ویدیو جدا دربارش می‌سازم بچه‌ها. می‌خوام چند تا نکته دیگه هم درباره لانگ تیل و این چیزا هم بگم که اینجا نگفته. توی میتونید حالا بیاین پسورد SSH رو به صورت کلیر تکست بگیرید و کار مختلفی کنید. میتونید از این حالا به عنوان هانی پات و حالا یه مکانیزم امنیتی مت استفاده کنید. حالا خارجی که میتونید سوء استفاده کنید. اما تو دو تا سناریو دیگه که اینجا نگفته، حالا بعداً بهتون میگم. فعلا از این بچه‌ها بگذاریم بیاین پایین. اومده گفته از پم به عنوان یه بک‌دور استفاده کنید. گفته سورس پم رو دانلود کنید، حالا بسته به اون ورژن دیستروتون. حالا حوالی خط 170 تا 180 تو فایل pam.unix.off.c این کد رو بیان اضافه کنین. کد داره میگه چی بچه‌ها؟ میگه آقا اینجا که میخوای رضایت کنی بیا چک کنیم پسورد اگه مساوی با این نبود بیا چک کن فرآیند رضایت رو به صورت معمولی انجام بده. در غیر این صورت آقا چک کن مقدار ریتفال رو برابر با پم ساکسس قرار بده و رضایت کن. در نتیجه میشه اون بک‌دور ما که میتونیم راحتی لاگین کنیم با اون پسوردی که میخوایم. خیلی خب، بریم کارمون رو انجام بدیم بچه‌ها. این پروژه هم اینجا هست تو گیت هاب به صورت اتوماسیون میاد باشه برای ما این کارو انجام میده. بس ما ورژن دیستروتون و حالا پمی که روش نصبه میاد برای ما این کارو انجام میده. پیش نیازه مواردی که باید نصبش کنید. اگه دوست داشتید میتونید این پروژه استفاده کنید. اما میتونیم به صورت دستی این کارو انجام بدیم که موارد یاد بگیریم و ممکنه تو این به سری ارورام بر بخورید. همونجوری که گفته خودش مشکل دیپندنسی و موارد داره. توی سری نسخه ها بسته به اون ورژن دیستروتون و پمتون باید سری دیپندنسی اضافه تر هم نصب کنید که اینجا نیست بچه‌ها. موقع کامپایل خودش بهتون خطا رو میده و بسته به اون نیازی که داره میتونید اینو نصبش کنید. خیلی خب، بریم سراغ کارمون بچه‌ها. سرورتون رو بیارین بالا. طبیعتا شما اگه ورژن اون پم سیستمتون یکی باشه دیگه نیازی دوباره این فرآیند انجام بدین. صرفا فایل unix.pam.so رو که باینریش هست رو میتونید بیاین جایگزین کنین و ازش استفاده کنید. برای دیتکتش هم بچه‌ها روش مختلفی وجود داره. همون روش لانگ تیل و اینا که گفتم با اون میشه، با FIEM میشه و روش‌های دیگه چند تاشو گفتم که میتونید برین سراغشو ببینید داستانش به چه صورته. خیلی خوب، ببینید بچه‌ها، با دی پکیج حالا من چون دارم از اوبونتو استفاده میکنم لیست پکیجامو میارم. میخوام پم رو پیدا کنم از توش دی پکیج داش ال لیست پکیجامو بگیرم از توش گرپ کنم پم رو گرپ کنم چون نداریم توش. خب ببینید بچه‌ها، گرپ کردیم مپو یا خدا پم. ببینید بچه‌ها، این قسمتی که پلاگبل اتنتیکیشن ماژول لایبرری با این کار داریم. ورژن چنده؟ 1.1.8. من سورس اینا کجا باید بیارم؟ ببینید بچه‌ها، تو خود linux.pam.org میتونید اینو دانلود کنید یا این اینجا کپی کنید صرفا بنویسید. بگید آقا من میخوام دانلود کنم پم 1.8 سورس کد. ببینید سرچ بکنید اینجا حالا سایت ها مختلفی میاد میتونید ازشون دانلود کنید. البته یه جای معتبر دانلود کنید که سورسش مشکلی نداشته باشه. من از همین اوبونتو میخوام استفاده کنم. اینجا مثلا برای سنتوسشه میخوام از همین استفاده کنم. البته در نهایت که بیلدش کنید اوکی، مشکلی نداره، میتونید ازش استفاده کنید. میتونید بچه‌ها سورس کدش از همینجا دانلود کنید. میگم ببر من تو دسکتاپ ذخیره کن. البته میتونیم ریلینکس هم دانلود کنیم. البته اینجا ادیتش کنیم که مشخص باشه، قشنگ موارد درک کنید. اینجا ببریم یه ذره ممکنه درکش سخت باشه. خیلی خوب، بیایم توی پم اینو از حالت فشرده خارجش کنیم، اکسترکتش کنیم اینجا. اوکیه. میرم توی پم، توی بچه‌ها ماژول ها، توی پم یونیکس بچه این تمام نسخه هم ورژنش یکیه، این مسیرش تفاوتی نداره.
یه فایلی وجود داره تحت عنوان pamUnixoff.c که میشه این فایل. اینو من بازش میکنم، توی خطی که مبعوث به عضویته اینو جایگزینش میکنم. این verify passport for of this user. اینجا من باید کد خودم رو اضافه کنم. میگم خب اوکی، میگم if str cm پارامتر پسوردش اگه برابر مثلا روت می بود، بیا چیکار کن، نامساوی صفر بود، بیا این کار انجام بده، اضافات معمولیت انجام بده. در غیر این صورت بیا چیکار کن، مقدار ریتوالو مساوی قرار بده با pam underscore success. خیلی خوب، کل کاری که نیاز بود ما بکنیم همینه بچه. تموم شد رفت. الان ما باید اینو کامپایل کنیم، فایل باینریش رو قرار بدیم. ما برای اینکه اینا حالا کامپایلش کنیم، کدوم انتقال رو سرور، واسه همین گفتم رو سرورتون که مشکل نخوره، اما چون توی آیدی حالا طبیعتا بهتر مشخص بود، واسه همین برم رو آیدی. پم اونجا بچه انتقال بدیم. من ویدیو رو پاز می‌کنم، انتقالش تموم شد، دوباره میریم ادامه ویدیو. خب بچه انتقالش تموم شد، بریم واسه کامپایل کردنش. اما قبلش یه نکته بگم بچه، ما یه سینتکس رو تو فایلمون داشتیم که من حواسم نبود، strcmp بود بچه، فکر کنم strcm گذاشتیم. بریم قبلش اون رو ادیتش کنیم بچه، سیدی کنیم به pam ls بگیریم اینجا، بریم توی سیدی کنیم ماژول، توی یونیکس بعد pam underscore unix، توی اینجا ما باید نانو کنیم pam unix of 0. بیایم پایین بچه ها. حالا میتونیم بریم تو لاینش، کام گفت نزدیک 170 180 داره دیگه. ما اینجا میریم پایین خودمون دیگه. خیلی رفتیم اینجا بچه ها strcmp یه پی اینجا کم گذاشته بودیم. خیلی خوب، سیوش کنیم، برگردیم به دوتا مسیر عقب‌تر. اوکیه. به کانفیگور بچه قابلیت اجرایی بدیم با chmod یا با 777 اکتالش بدین یا با پلاس هر جور راحت ترین. با کانفیگور بچه ما اینو کانفیگور کنیم، چک بکنم، هم وارد بریم اوکیه. بعدم که میتونیم با میک کامپایلش کنیم. برای بچه کامپایل کردن چیزی زیاد خاصی نیاز نداریم. فکر کنم گفتم یه دونه JCC میخوان، یه دونه هم خود میکو. حالا بجز اون مواردی که حالا گفتم بسته به توضیحتون ورژن پمتون یه سری موارد خاص نیاز داره که اون استثنا. خب با میک شروع کنیم به کامپایل کردنش. حالا با فایل باینریشو بچه جایگزین کنیم. ببینید بچه مسیری که نیاز دارید باید بیاید داخل روت، توی حالا لیب، توی x86 لینوکس گنوم، توی سکیوریتی یه فایل اینجا وجود داره تحت عنوان pamUnix.so که من اینجا حذفش کردم، ولی قبلش یه بکاپ از این میگیرین اگه بلای سر اینو برین داشته باشین جایگزین کنین. حالا اگه نبودم زیاد حالت به خاصی نمیفته، پمتون صرفا نمیتونید استفاده کنید. سی پی میکنم بچه اینو از حالا کامپایلی شده شو توی ماژولز قرار میگیره، توی pam unix، توی چی بود اسمش، توی .libs، توی pam unix.so. به کدام مسیر؟ به این مسیری که کپی کردیم. خیلی هم عالی، اوکیه. کار ما تمام بچه ها، نیاز دارید کار دیگه بکنیم. الان میتونیم از این بگدارمون استفاده بکنیم. میام یه کاماند پرامپت باز میکنم، SSH میزنیم به root at آدرس سرورمون، docker irshIeld.net. خیلی خوب. پسورد بچه میزنم root me، لاگین شدم. برای اینکه ببینید داستان که من گفتم حالا واقعا روت میزدیم یا نه، این مثلا که گفتم کلیر تکست SSH پسوردشو بگیرید و یه سری موارد گفتم ویدیوشو قسمت بعدی میگیرم، اما یه برای اینکه ببینیم داره واقعا کار میکنه یا نه بریم یه تستی روش بزنیم. ببینید میرم توی نرم اکو کنم
هیچی رو توی ور لاگ تو منی سیکرتس بیام با تیل پارامتر داش اف فالو کنیم به صورت ریل تایم داشته باشیم ور لاگ تو منی سیکرتس. اینجا بچه هیچی نداریم. اوکی، میام اینجا برمیگردم عقب، دوباره شروع میکنم لاگین کردن، روتمی رو میزنم، شروع میشه به لاگین شدیم.